سلام دوستان، خوش اومد به ویدیو دیگه از چنل ما. دوستان من نوویکسلم و امروز اومدیم با یک چالش جدید توی بیدوارز و اونم اینه که هر بار که بمیرم 5 تا به سنسیتیویتیم اضافه میشه و سنسیتیویتی من 77. اگر من بیشتر از 5-6 بار بمیرم قشنگ دیگه نمیتونم پلی برم حتی. و هدفم داریم و اونم اینه که یه وین بگیریم ماچ و آره یه وین بگیریم و وایت هم نداریم خوشبختانه و من میتونم برم از دایموندهاش استفاده کنم. البته اگر یلو بذاره و از بریج نمیتونم برد. اوی یزید تو یلو داری کجا میاد؟ خب ریدی، فقط منو الکی الاف کردی. خب با 16 تا بلاک داریم میریم به مسافه. خب نه نشد بزنیم فاینالش کنیم و الان باید فقط فرار کنم. وای ریدم 5 باید بیاد تو سنسیتیویتی. از اونجایی که 82 نداریم توی سنسیتیویتی ماینکرافت من میکنم این 83. یکی هم اشکال میکنه. خب میریم دایموند بیاریم. فایربال داریم تهش بخواد بیاد از بریج بیاد با فایربال میزنیم میفته. حاجی دفعه میترسه یارو بره و خب زدیمش فاینال. یا اول ریدم خودم. بریم یه شارپ بگیریم. این از شارپنس و نه چوب روش نیستم باباش، عوضش 2 تا از اینا 48 تا چرا از اینا گرفتم. وای حاجی اینو بکنیم تراز اینو به هم بزنه. سره چی بود؟ اینم میکنم ترازشو به هم بزنه. خودم دارم تراز بیجم. تو یکی من چیکار کنم حالا؟ ایزی تموم شد. یکم با فکر به دفندر نیستم ولی خب دیگه الان مجبورم به دفند بدم. حاجی اصلا بهت مهم نیست اصلا، من فقط هدفم اینه که یه وین بگیرم و همینجوری میتونم استک کنم. بریم امرالد. هرچند آدم امرالد نیستم اما همین الانش هم بخواید نگاه کنید میبینید کلی یوتیوبر معروف دارن الان از امرالد استفاده میکنن. پس من چرا باید از امرالد استفاده نکنم؟ امرالد پایینه بله. خب دمیج نمیخوریم خدا رو شکر. امرالد رو جمع میکنیم. چی شد دارم؟ اصلا راه داره، پله داره اصلا به اینجاها و من یا خدا. هشتا شد. برگردیم بدمون یه آرمور بگیریم. اوه گیرینه فقط مونده. از پشت سرم ظاهر نشه منو بزنه. بلاک همون ریجیستر نمیکنه یا من چلاقم.
ریدم تو خودم، گفتم الان دیسکانکت میشم و خب بریم اینجا. خب بریم یه آرمور بگیریم با یه اینویز و بریم دختشو بیاریم. وید شد چرا؟ پس بیج زدن واقعا یعنی خواستن مرگ. شرمندم. جی فقط یه بار مردم و جی یه بار با یه بار مرگ تونستم یه وین بگیرم و پشمام حاجی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.